همش دنبال یه تایم پرفکتیم برای اینکه کاری که دوست داریم رو بکنیم. مثلا اینکه تایم پرفکت وجود نداره. خودم رو میگم، من خب همیشه دوست داشتم که تولید محتوا کنم، چیزایی که دوست دارم رو درست کنم، کاری که دوست دارم رو روی سوشال مدیا شیر کنم، نشون بدم به آدمای دیگه، یه کامیونیتی درست کنم که بتونم از بقیه یاد بگیرم، چیزایی که تو زندگی خودم به خودم کمک کرده تو این مسیر، مخصوصا مهاجرت که یه مهاجر هستم، شیر کنم با آدما. ولی همیشه دنبال یه تایم پرفکت بودم که فلان مشکلم حل شه، فارغ التحصیل شم، ویزام درست شه و خودمون میدونیم که مشکلات هیچ وقت تمامی نداره و همیشه یه چیزی هست که باید فیکس بشه تو زندگی اگه بشه. و خب مسئله اینه که هممون یه ددلاین مشابه داریم، مرگ. و این ددلاین مشابه نباید ما رو بترسونه، باید به ما این خبر خوب اینه که به ما این آزادی رو میتونه بده که قدم برداریم. یه جا میخوندم It's quantity over quality. کمیت هستش که بر کیفیت ارجحیت داره، کمیت هستش که موومنت و حرکت رو ایجاد میکنه، کمیت هستش که کیفیت رو ایجاد میکنه و در واقع با کمیت هستش که تو میتونی پرفکشن رو ایجاد کنی تو کارت یواش یواش. و کمالگرایی، اون تایم پرفکت بودنه، اون چیزی که همش دنبال اینیم که پرفکت باشه، فقط تایم ما رو هدر میده. خب ساعت داره همینجوری میگذره، تایم داره همینجوری میگذره و عمر ما میگذره و ما همش منتظر یه تایم پرفکتیم. فقط میخواستم اولین ویدیوم راجع به این مسئله باشه، یادآوری به خودم و اگه کسی اون بیرون هم حس با من اینه که برو اون کاری که دوست داری انجام بده، برو خودتو به دنیا نشون بده، خودتو شیر کن با دنیا که چه کسی هستی واقعا. اون پستی که دوست داری رو بذار، اون کتابی که میخوای بنویسی و بنویس، اون نقاشی که میخوای بکنی و نقاشی کن. به خاطر اینکه این تایم ما هستش که داره همینجوری میره و نباید بذاریم دیر بشه، نباید بذاریم انقدر صبر کنیم منتظر اون تایم پرفکت که اون ددلاین برسه.